در پایگاه خبری پیامنت که مربوط به حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان می‌دانند امروز یک اظهارات به نشر رسید که در آن شورای سیاسی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان وضعیت سیاسی و حقوقی تاجیکستان را بررسی نموده آن را بدترین حالت پس از جنگ شهروندی و خطرناک برای امنیت و ثبات کشور و کل منطقه دانسته است. تضییق و فشار و تهدید و مانع ایجاد کنندگی‌ها را نسبت حزب و حرکت‌ها، سازمان‌ها، رسانه‌ها و شخصیت‌های مستقل فرهنگی، سیاسی و مذهبی را بیانگر شکل گرفتنی یک نظام دیکتاتوری در کشور خوانده است. شورای سیاسی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان حادثه‌های ماه سپتامبر و بسته شدن حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان را زمینه برای پیشگیری و از بین بردن ممانعت‌های قبول قانون نو درباره پیشوای ملت و آغاز روند واردسازی تغییرات و علاوه‌ها به سرقانونی کشور خوانده است. طراحان این سیاست غیر ملی و غیر قانونی به خلاصه آمدند که وجود حزب و حرکت‌ها، سازمان‌ها، رسانه‌ها و شخصیت‌های مستقل در داخل کشور با وجود محدود کردن فعالیتشان از جانب حاکمیت مانع عملی گشتن این نقشه‌ها خواهند گشت. اما شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی مردم در نتیجه بحران‌ها و از پشتیبانی ملت محروم بودن آنها را وادار کرد تا قبل از عملی کردن این طرح صحنه را از همه گونه مخالفین پاک بسازد و فضای ترس و هراس را در جامعه به وجود بیاورند تا اینکه نقشه طراحی شده که عملاً غصب حاکمیت حساب می شود بدون کمترین مخالفت و انتقاد در پارلمان، محفل‌های سیاسی و رسانه‌ها انجام بگیرد. سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هنگام پیام سالانه اش به مجلس عالی و جلسه حکومت جمهوری تاجیکستان بار دیگر اثبات نمود که حاکمیت نیت دارد تا نهایی گشتن این طرح غیر ملی و غیر قانونی خود فضای وحشتناک را در جامعه حفظ نماید. با تکرار اتهامات بر دروغ و بی‌دلیل علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اشاره‌های تهمت‌انگیز و بدبینانه علیه مسجد، حزب و حرکت‌ها و رسانه‌های خبری تلاش شد که مشکلاتی به وجود آمده را از دوش حاکمیت ساقط نموده سیاست دشمن تراشی و نفرت انگیزی را علیه قشرهای از ملت ادامه دهند. شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بار دیگر تهمت‌های دست داشتن در حادثه‌های ماه سپتامبر را رد نموده این عمل‌های حاکمیت را کوشش برای دور کردن دقت مردم از عهدشکنی‌ها، قانون ویرانکنی‌ها و ناتوانی‌های خود برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم می‌داند.